درودی مجدد خدمت دوستان عزیز. من امیرزت هستم و اومدیم با یه ویدیوی دیگه از چنل خودتون. امیدوارم هر جا هستین سلامت و پر انرژی باشید. خب دوستان، این پارت 2 ویدیوی قبلی. متاسفانه رفتم تو بازی دیگه، نتونستم انتقام بگیرم. من مچ پرت شدم بیرون دیگه، کلا نرفتم تو مچ. انشالله گیم پلی بعدی. این یه مورد نکته دیگه میخواستم بهتون بگم. این پارت 1 در مورد تنظیمات گیم توربو و گوشی بود. در مورد تنظیمات داخل بازیه که با گیم توربوتون ست بشه، که حتما باید این کارو بکنید که با گیم توربو ست بشه و جواب بده. شطرنجی میشه این کارو نکنید، ولی خب اینجوری بهتره. تو تنظیمات گرافیکیتون، گرافیکتو بزنید رو لو، فریم ریتتون رو بزنید تو اولترا. ببینید الان مثلا بتل رویال مولتی پلیر 123 120 FPS، بتل رویال 90، زامبی چی 106 فریم ریت، زامبی هم فکر کنم 90. آره، فریم ریت، این گزینه فریم ریت، اینم چی خوابم میاد، درست نمیدونم تلفظش چی میشه. اینو روشن بذارید، بعد 120 هم کنیدش. بیاین پایین، اینو حتما رو داینامیک بذارید. نکنید بذار من اینو گرافیک بزنم رو لو یه دقیقه، مدیوم ببخشید. اینو یا روی کلاسیک بذارین، رو استاندارد بذارین، ببخشید روی کلاسیک بذارین، یا رو داینامیک بذارید. به نظر من بهتره اینو رو داینامیک بذارید. بعد میخواین بدونین چجوری این کارو بکنین. اول گرافیکتون رو بزنید رو مدیوم تا این بخش واسهتون باز بشه، بعد بین این و این یکی رو انتخاب کنید. حالا من رو داینامیک پیشنهاد میکنم بذارید، بعد دوباره برگردید رو لو، اینم که آن و 120 فریمه. میایید پایین، همه اینا رو آف میکنید. این گزینه به دلخواه اسکوپتون رو درشت و کوچیک کنه، سطح دور اسکوپ اسنایپتون بیشتر دیده میشه. درشت کنه بیشتر، بهتر میتونین این بگیم، ولی رو حالت کوچیک دقیقه تر میتونید شات بزنید به نظر من. حالا این دل بخواه من آفش میکنم. غیر از این همه رو آف کنید، چون کلا ربطی به گزینه‌های گرافیکی داره. همه رو آف کنید، نیازی توضیح بدم؟ همه رو آف کنید، آف 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 آف. میایم پایین، این دوتا اگه واسهتون صفر نیست، صفر آنشون کنید، صفرشون کنید، بعد آفشون کنید. بعد بیاین پایین، سوپر رزولوشن هم آف بذارین، پرفورمنس سلف اداپتیو هم آف بذارین، اپتیکال پرفورمنس آف اسکوپ هم آف بذارین، لابی داینامیک فریم ریت هم آن بذارین بمونه، ولکن رندرینگ هم آف کنید. همه آف جز لابی داینامیک فریم ریت و این گزینه دل بخواهیه که بهتون گفتم برای اسکوپه. آره، تو این قسمت هم دست نزنید. به نظر من اصلا به این قسمت کار نداشته باشید. این قسمت هم که برای رنگ و این چرت و پرتاست، اینم چیز نکنید. خب وقتی که این کارو کنید، توی قسمت ایدیان گرافیکس تمام این تنظیمات گیم توربو که تو پارت 1 بهتون دادم ست میشه و میتونید تجربه خیلی بهتری توی بازی داشته باشین. به نظر من یه خورده خسته حرف بزنم، ببخشید. ساعت 12 شب، ساعت 1 شب بعد موقع ویدیو گرفتم. آره، امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه و همین ویدیو من یه گیم پلی خواستم میکنم از آلکادراز. آره، واسهتون پارت 3 ویدیو میذارم. پارت 3 که نمیشه ویدیوی جدید. فعلا تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار. آره، خدا نگهدار دیگه. چه اینجوری صحبت میکنم، میخوام فاز بدم مثلا. خداحافظ.